پروردگارا، مرا در هر کار صادقانه وارد کن و صادقانه بیرون کن و از نزد خود به من قدرت مددگار عنایت فرما. پروردگار ما، از نزد خود رحمتی بر ما ارزانی فرما و برای ما از این مشکل ما راه نجات فراهم گردان. پروردگارا، سینه ام را برای من فراخ گردان و کار مرا برای من آسان کن و گره را از زبانم بکشای. پروردگارا، بر دانشم بیفزا. نیست معبودی جز تو. پروردگار ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر تو ما را نیامرزی و بر ما رحمت خویش را ارزانی نفرمایی، ما یقینا از زمره زیانکاران می باشیم. پروردگار ما را با گروه ستمگاران پیوست مگردان. ای پروردگار ما، میان ما و قوم ما به حق فیصله کن و تو بهترین فیصله کنندگانی. ای پروردگار ما، بر ما شکیبایی فرو ریز و ما را مسلمان بمیران. ای پروردگار من و برادر مرا بیامرز و ما را مشمول مرحمت خویش گردان و تو مهربان ترین مهربانانی. تو کارساز ما هستی، پس ما را بیامرز و بر ما مرحمت فرما و تو بهترین آمرزندگانی. پروردگار تو از نزد خویش به من فرزند پاکیزه ببخش، حقا که تو شنونده دعایی. پروردگار ما، به آنچه تو فرستاده ای ایمان داریم و رسول را پیروی می کنیم، پس ما را از زمره گواهان بنویس. پروردگار ما، اینها را عبث نیافریده ای، پاکی تو، پس ما را از آتش دوزخ نگه دار. پروردگارا، بیگمان هر کی را تو به دوزخ دراری، حقا که او را رسوا ساختی و برای ستمگران هیچ مددگاری نیست.